سلام خدمت حسابجویان عزیز، من علی اکبر نهانی با یکی دیگه از ویدیوهای چنل حسابجو در خدمت شما هستم. در این دوره به صورت کامل به آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار، یکی از پرطرفدارترین نرم افزارهای مارکت حسابداری ایران خواهیم پرداخت. برای اینکه به اهمیت یادگیری این نرم افزار پی ببرید، فقط کافیه به آگهی‌های استخدام سر بزنید تا متوجه حجم درخواست استخدام نیروی مسلط به این نرم افزار بشید. قبل از شروع این دوره، اگر حساب دارید یا تازه میخواید وارد بازار کار حسابداری بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید اولین نفری باشید که ویدیوها رو میبینید. بریم که شروع کنیم دوره رو، با ما همراه باشید. وقتی شما وارد یک شرکتی میشید، دو حالت وجود داره. یا نرم افزار حسابداری قبلا بوده و اسناد و مدارک در نرم افزار سپیدار ثبت می شده، یا کلا نرم افزاری وجود نداشته و شما بعد از ورود به شرکت مجبورید که 0 تا 100 استقرار رو خودتون انجام بدید. در هر دو حالت، یعنی هم زمانی که نرم افزار از قبل بوده و هم زمانی که کلا نرم افزار نداشتن، شما باید به استقرار نرم افزار سپیدار مسلط باشید. دلیلش هم اینه که در هر حالتی، یعنی حتی زمانی که قبل از شما نرم افزار سپیدار مورد استفاده قرار می گرفته، ممکنه شرکت بره یک حساب جدیدی افتتاح کنه، ممکنه یک کالای جدیدی رو وارد شرکت بکنن، ممکنه یک انبار جدیدی اضافه بشه و شما مجبورید که این تغییرات رو روی سیستم پیاده سازی کنید. پس بریم با هم استقرار نرم افزار سپیدار رو از 0 با هم جلو ببریم که بعدش بتونیم عملیات ابتدای دوره، عملیات طی دوره و در نهایت عملیات پایان دوره و بستن حساب ها رو انجام بدیم. برای اینکه نرم افزار سپیدار به شما اجازه ورود به نرم افزار رو بده، شما مجبورید که یک شرکت جدید ایجاد کنید. بریم با هم روی نرم افزار سپیدار شرکت جدید رو ایجاد کنیم. برای ایجاد شرکت جدید، بعد از کلیک روی نرم افزار سپیدار، این صفحه برامون باز میشه. اگر شما بار دومی هستش که میخواید شرکت ایجاد کنید، یعنی یک شرکتی قبلا ایجاد کردید در نرم افزار و بار دومی هستش که میخواید شرکت ایجاد کنید، میتونید از قسمت عملیات پایگاه داده فرایند ایجاد شرکت جدید رو تکمیل کنید. ولی اگه بار اولی هستش که میخواید شرکت ایجاد کنید، از قسمت عملیات پایگاه داده اگر اقدام کنید، یک خطایی بهتون خواهد داد که پایگاه داده نصب نشده. برای نصب پایگاه داده نیازه که روی آیکون سپیدار راست کلیک کنیم، قسمت پروپرتیز و اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم. در این صفحه محل نصب نرم افزار سپیدار رو بهمون نشون میده. اینجا فایل دیتابیس رو پیدا میکنیم. بعد از باز کردن فایل دیتابیس، ادامه فرایند ایجاد شرکت جدید رو جلو میبریم. هیچ تفاوتی نداره، اگر از قسمت عملیات پایگاه داده هم برید، همین موارد رو باید انجام بدید. زبانمون رو فارسی انتخاب میکنیم. در این صفحه شما نیازه که قفل و بانک اطلاعاتیتون رو تایید کنید. اگر شما از نسخه تجاری نرم افزار سپیدار استفاده میکنید، نیازه که دانگل نرم افزار رو که یک سخت افزار فلش مانندی هست به سیستمتون متصل کنید. ولی اگر از نسخه دمو یا آموزشی سپیدار استفاده میکنید، فقط نیازه که فایل لایسنس رو از باشگاه مشتریان سپیدار دانلود کنید و در قسمتی که نرم افزار نصب شده پیست کنید. من قفل و بانک اطلاعاتی رو تایید میکنم که صفحه ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی برامون باز میشه. از اینجا میتونیم شرکت جدیدی ایجاد کنیم یا شرکتی که ایجاد شده رو حذف کنیم یا اطلاعاتی که ازشون پشتیبان گرفتیم رو بازیابی کنیم. روی ایجاد شرکت جدید کلیک میکنیم و صفحه ایجاد شرکت برامون باز میشه. در این قسمت نام شرکت رو باید وارد کنیم که مهمترین و اصلی ترین قسمت فرایند ایجاد شرکت جدید محل نصب بر روی سرور هستش که شما از این قسمت انتخاب میکنید که اطلاعاتی که وارد نرم افزار میکنید
در کدوم قسمت از سیستمتون ذخیره بشه. چون در 90% مواقع ویندوزی که روی سیستمتون هست روی درایو C نصب شده، اگر محل ذخیره اطلاعاتتون رو درایو C انتخاب کنید، فردا روزی اگر برای ویندوزتون مشکلی پیش بیاد و شما مجبور به تعویض ویندوز بشید، کلاً دسترسی به اطلاعات ذخیره شده نخواهید داشت. پس بهتره محل ذخیره اطلاعات نرم افزار رو محلی غیر از محل نصب ویندوز انتخاب کنید. چون نسخه‌ای که ما ازش استفاده می‌کنیم نسخه دمو و آموزشی هست و نسخه تجاری سپیدار نیست و اطلاعاتش هم اطلاعات با اهمیتی نیست، ما مسیر ایجاد شرکت رو روی همون درایو C انتخاب می‌کنیم و آموزش رو جلو ببریم. بعد از انتخاب مسیر ذخیره اطلاعات شرکت، شما کافیه روی گزینه ایجاد بزنید تا نرم افزار شروع به ایجاد شرکت جدید کنه. ولی قبل از این کار شما میتونید نام بانک اطلاعاتیتون رو عوض کنید. با عوض کردن نام بانک اطلاعاتی شما اگر شرکت دیگری هم در نرم افزار ایجاد کنید، کاملا براتون تفکیک میشه که اطلاعات کدوم شرکت در کدوم فایل ذخیره شده. با کلیک روی ایجاد، نرم افزار از شما یک تاییدیه هم میگیره که شرکت جدید رو ایجاد بکنه یا خیر. ما روی گزینه بله کلیک میکنیم و نرم افزار شروع میکنه به ایجاد شرکت جدید. در آخر با پیام عملیات انجام شد مواجه میشید و گزینه تایید رو انتخاب میکنیم. الان یک شرکت جدید در نرم افزار سپیدار برای ما ایجاد شده. بریم که وارد نرم افزار بشیم. بعد از ایجاد شرکت و شما نیازه که روی نرم افزار سپیدار کلیک کنید و میبینید که در قسمت شرکت نام شرکت جدید رو به ما نشون میده. روی تایید میزنیم و وارد نرم افزار میشیم. بعد از ایجاد شرکت جدید بریم ببینیم چه اطلاعاتی نیاز داریم برای اینکه عملیات استقرار رو شروع کنیم. ما به عنوان حسابدار شرکت باید یه سری اطلاعات رو از کارفرما بگیریم. اطلاعاتی از قبیل لیست حساب‌های بانکی، موجودی حساب‌های بانکی، تنخواه‌ها، صندوق‌ها، موجودی صندوق‌ها، موجودی انبارمون، تعداد انبارمون، کالاها، لیست چک‌ها و لیست مشتریان و تامین کنندگان رو باید از کارفرما بگیرید. بعد از اینکه وارد نرم افزار سپیدار شدید، شما باید دوره مالیتون رو تعریف کنید. یعنی باید تعریف کنید که اسنادی که میخواید وارد نرم افزار کنید مربوط به کدوم سال مالیه. سال مالی 400 401 2 یا 403 هسته. بعد از اون نیازه که کدینگ حسابداری رو در سیستم پیاده سازی کنید که تمامی موارد رو در جلسه بعد با هم انجام خواهیم داد. در نهایت مرسی که با لایک و کامنت و سابسکرایب بهمون انرژی میدید. خیلی به حمایتتون نیاز داریم. این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید. تا جلسه بعد، بدرود.